این خطرناکترین جزیره دنیاست، جایی که هیچ کس حق ورود به اون رو نداره. اگه بهت بگن روی زمین جایی وجود داره که دولت ورود مردم عادی رو به اون رو ممنوع کرده، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنت میرسه یک منطقه جنگیه. اما دلیلش خیلی متفاوته. در نزدیکی سواحل برزیل جزیره کوچکی وجود داره که به جزیره مارها معروفه. جزیره‌ای که هزاران مار سمی داخل زندگی میکنن و تقریبا هیچ انسانی حق ورود به اون رو نداره. اما سوالی که پیش میاد چطور همچین جایی وجود داره؟ هزاران سال پیش این جزیره به خشکی متصل بود. بعد از بالا اومدن سطح آب دریا از سرزمین اصلی جدا شد و مارهایی که اونجا زندگی میکردن برای همیشه داخل جزیره گیر افتادن. روی جزیره هیچ حیوان بزرگی وجود نداشت. تنها غذایی که پیدا میشد پرنده هایی بودن که موقع مهاجرت برای استراحت اونجا فرود می اومدن. همین باعث شد که مارها به مرور زمان تغییر کنند و هر نسلی که سم قوی تری داشت راحت‌تر شکار میکرد و زنده میموند. بعد از هزاران سال گونه‌ای به وجود اومد که امروزه به اسم سرنزه طلایی شناخته میشه. ماری که فقط در همین جزیره زندگی میکنه و یکی از سمی‌ترین مارهای دنیاست. به خاطر همین خطر دولت برزیل سالهاست که ورود مردم عادی رو به اون ممنوع کرده و فقط تعداد محدودی از پژوهشگرا با مجوز ویژه میتونن وارد بشن. شاید داستانهای زیادی درباره این جزیره شنیده باشی، اما یه چیز کاملا واقعیه و هنوزم جزیره مارها یکی از خطرناکترین مکانهای روی زمین برای انسان به حساب میاد.